با انجام 3 عمل به خانه های خود آرامش را بیاورید. اصلاح خانه های ما با انجام 3 کار است. هر کی 3 کار را در خانه داره، خانه آرام، خانه با محبت، خانه با برکت، خانه‌ای که هم در رزقشان برکت است، هم در عمرشان برکت است، هم مفید جامعه هستند. الله رب العزت و الجلال هم ما شما توفیق نصیب بگردانه که 3 عمل را در خانه های خود داشته باشه. اصلاح خانه ها با انجام 3 کار. اول الصلاة لوقتها. اول چیزی که خانه را اصلاح میکنه، خانه را به صلاح میرسانه، خانواده موفق هستند، خانه با آرامش است، نماز است برای زنها در داخل خانه، برای مردها در مسجد. کدام خانه ای که زنها در وقت نماز میخوانند در او خانه، همه زنهایی که در او خانه هستند بالغ هستند، نماز با وقت میخوانند و مردها هم نماز در جماعت میخوانند. این خانه ای هست که مشکلش بسیار کم است. این خانه با آرامش است، خانه ای است که با محبت و صفا و صمیمیت زندگی میکنند، چون کلید دارند، دستبند دارند، متکا دارند. یکی از اسباب رزق را من قبلا صحبت کرده بودم. 6 چیز از اسباب رزق قرآن او را معرفی میکنه، از اسباب ازدیاد رزق. با 6 کار ما رزق خانه خود را، رزق زندگی خود را، رزق خود را زیاد میکنیم. یکیش نماز است. اگر مرد نماز خوان، زن نماز نخوان، در خانه برکت نیست، چون زیر یک چتر زندگی میکنه، یک جهنمی با یک بهشتی. یعنی کسی که نماز نمیخوانه، حتی عده زیادی از علما قائل به این هستند که مسلمان نیست. و کسی که نماز نمیخوانه چی توقع داری اگر همنشینی با او خیر و برکت تو را میبره؟ اول چیزی که خانه را به اصلاح میرسانه اصلاح خانواده ها هست. نماز از در وقتش، زنها در داخل خانه، مردها در مسجد. میگه برای پسرت بگو که زنها در خانه نماز میخوانن نه مردها. بعضی‌ها میگن ما نماز در خانه میخوانیم. برایش من میگم که برادرم، زنها در خانه نماز میخوانن نه مردها. مسجد برای چی ساخته شده؟ برای مردها ساخته شده. مگر کسی که معذور است، عذر شرعی داره، زمینگیر است، نمیتونه به مسجد برسه، کور است، عصاکش نداره، نمیتونه به مسجد برسه، خوف دشمن است که حتما اگر تا مسجد بیاید ترور میشه. در این یک حالتا که عذر داره، عذر مشروع داره و میتونه داخل خانه نماز بخوره، نه همیشه. 1 2 چیزی که خانه را اصلاح میکنه حسن الخلق، اخلاق نیک. پدر خانواده اگر اخلاقش نیکوست، صفا و صمیمیت و محبت به این خانواده حاکم میشه. بچه ای خانواده با پدر خود رابطه خوب داره، دختری خانواده با پدر خود رابطه خوب داره، زنی خانواده با شوهر خود رابطه خوب داره. اینا با محبت می نشینن، با محبت صحبت میکنن، از زندگی خود لذت میبرن. و همون خاطر است که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کامل ترین مؤمنان از روی ایمان همون مؤمن کامل الایمان هست که اخلاقش نیکوست. و ثقیل ترین چیزی که در ترازوی اعمال روز قیامت گذاشته میشه که ترازوی اعمال حسنات ما را سنگین میکنه، همین اخلاق نیکوست. اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن. دوم چیزی که صلاح خانه است و مرد از زندگی خود لذت میبره، زن از زندگی خود لذت میبره و شکرگزار زندگیش میباشه. خیلی پسرها هستن چه میگن؟ ای کاش که خداوند ما را در این خانواده تولد نمیکرد، ای کاش فلانی پدرم نمیشد، فلانی مادرم نمیشد. یعنی از زندگی خود سیر هستن. چرا در خانه اخلاق اسلامی نیست، رفتار نیکو نیست، فقط نیش زدن است. هم پدر زبانش نیش داره، هم مادر زبانش نیش داره، هم برادر زبانش نیش داره، هم خواهر زبانش نیش داره. در این خانه یکی دیگه رو نیش میزنه. خب از این خانواده آرامش در اینجا نیست دیگه. ما برای این نیامدیم که نیش بزنیم، ما برای آمدیم که محبت بکنیم، به دیگران محبت را هدیه بدیم. تبسم که فی وجه اخیک صدقه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه حتی تبسمی که برای برادر مسلمانت میکنی همین صدقه محسوب میشه. پس دوم چیزی که یک مسلمان باید داشته باشه. امروز بچه‌ها با مادرای خود چطور اخلاق دارن؟ مادر با پسر خود چطور اخلاق داره؟ دختر با مادر چی اخلاق را داره؟ پدر با پسر چی اخلاق را داره؟ میگه اخلاق نیک روزی را جلب میکنه، برکت را جلب میکنه. کلی خانواده با اخلاق نیک با یکی دیگر خود محبت می‌ورزند. 5-6 نفر با یک فکر میتونن یک کار درست برای خودشون راه اندازی کنن. مشوره خوب به یکی دیگه خود بدن، چون یکی دیگه خود را دوست دارن، از دل دوست دارن. متاسفانه که امروز چیزی ما کم داریم در میان جامعه اسلامی، اخلاق نیکوست. اینقدر کم است آدم در شهر و بازار که برای بازجو میفهمه که این اخلاق نیکو گم شده ماست. امروز چیزی که ما در بین نداریم در بین جامعه می اخلاق نیکوست. 2 تا برادر در داخل خانه یکی دیگه خود بزن، با یکی دیگه خود دشمن است. 2 تا خواهر با هم دشمنن، شوهر و زن با هم دشمن هستن. او هم زبانش نیش داره، یا هم زبانش نیش داره. اخلاق وجود نداره، اخلاق اسلامی نمیبینیم. یعنی از اخلاق نیک آدم چی بدی دیده که آدم بد زبان شود؟ از اخلاق نیک آدم چی بدی دیده که بد اخلاق شود؟ خب این چند شد؟ 2.
سه تا چیزی که اصلاح خانه به بستگی داره. با انجام این سه کار خانه خود را به آرامش برسونیم. اول نماز، هم زنها در وقتش نماز بخونه هم مردها. زنها داخل خانه، مردها در جماعت. دو، اخلاق نیکو، هم زن اخلاق نیکو داشته باشه هم مرد. وقتی کنار هم بشینن سر یک دسترخوان که کل محبت داشته باشه، همه با کلمات درست، با شیوه درست، با الفاظ بسیار شیرین به یکی دیگه برخورد بکنه، چقدر با لذت زندگی حاصل زندگی که پدر در یک کنج خانه شیشته، مادر در یک کنج خانه شیشته، بچه از زیر چشم سعی میکنه طرف پدر، دختر از زیر چشم سعی میکنه طرف مادر. کاری تو چی وقت یا میخندن که ما یک کلمه گپ بزنیم، که اینا خوشحال هستن که ما درد دل خدا بگوییم. به خدا بچه‌ها تنها شدن، یتیمن، پدر و مادر دارن، یتیم هستن، هیچ کاری ندارن که خود خالی بکنن، این غم هایی که درونشون گرفته خالی بکنن. گاهن کدام فشاری که به ما وارد میشه، با 10 دقیقه صحبت کردن با پدرم قسم خالی میشم که گویا هیچ غم ندارم. هر وقتی که فشار بیاد پدر جان تماس میگیرم. این رفیق خوبی از با ما، کاملا دردهای ما تسکین میشه، چون پدر و مادر مرهم داره که در هیچ شفاخانه دنیا و در هیچ دواخانه دنیا پیدا نمیشه. اون مرهمی که پدر و مادر داره سر هر زخمی که ما را آزار میده بگذاره، مرهمی که زبان پدر و مادر و محبت پدر و مادر داره که چی نداره. به قدر که بچه به تشویق پدر و مادر رشد میکنه و چیز دیگه رشد نمیکنه، و اندازه که دختر به نصیحت و محبت پدر و مادر اصلاح میشه و چیز دیگه اصلاح نمیشه. ولی متاسفانه ما امیر دریغ میکنیم از بچهای خود، امیر دریغ میکنیم از دخترای خود. میگم من یک مرد خیلی دیکتاتور هستم، خاک به سر دیکتاتوری که تو داری، که پدر بچه از تو بیزار، دختر از تو بیزار، زن از تو بیزار. محمد غزالی رحمت الله علیه میگه اخلاق نیک این نیست که تو هر وقتی که از زنت اخلاق نیک ببینی، خوش رفتاری ببینی، باز خودت هم خوش رفتاری بکنی. نه، این اخلاق نیک نیست. و عاشروهن بالمعروف، قرآن میگه شما با زنان خود خوش رفتار باشید، با اهل بیت خود خوش رفتار باشید. محمد غزالی څه میگه تو بدیهای اونها را تحمل کو، پاسخشان به نیکی بده. بد زبانی هایش تحمل بکو، تو با شیرین زبانی پاسخ بده. اخلاق نیک میگه که دیگران تو را اذیت بکنه با زبانش و تو با زبان شیرین خودت پاسخشان بده. این اخلاق نیک است. این دوم چیزی است که خانه را به اصلاح میرسونه. هست یا نیست امیر با آواز بلند میشه. اگر واقعا اخلاق در یک خانواده باشه، هیچ چیزی پنهان در خانواده باقی نمیمونه. بچه چیزی را پنهان نمیکنه، دخترم چیزی را پنهان نمیکنه، شوهرم چیزی را پنهان نمیکنه، زنم چیزی را پنهان نمیکنه. چرا ما پنهان کنی یاد گرفتیم؟ چرا ما رمز، زندگی ما سراسر رمز داره. کل کارهای زندگی ما فعلا رمزدار شده. پدر از پسر، پسر از پدر، دختر از مادر، مادر از دختر، شوهر از زن، زن از شوهر پوت میکنن. تمام عملکرد روزمره خودشونه. چرا در خانه اخلاق نیست؟ به اندکترین کلام منفجر میشیم، انفجار میکنیم. کل محبت خانه، آرامش خانه را برهم میزنیم که امروز کار نکردیم، امروز من فلانی گپ زده، امروز من روزه هستم، امروز کمی پایدار هستم. آخه تو حق نداری که تو خودت مشکل داری آرامش دیگران را مسبشون بگیری. این حق را ما نداریم که اگر کدام ناراحتی که داریم دیگران را هم ناراحت بکنیم. این حق به ما ندادن که ما با ناراحتی که خود ما داریم فردی، ما میتونیم ناراحتی را حل بکنیم. یک نفر هستیم، 6 نفر دیگه با ما همکار شوه، این ناراحتی از ما رفع شوه. ولی ما چی کار میکنیم؟ یک ناراحتی خود را جور میکنیم 7 ناراحتی، 6 دیگه هم که در خانه است اینا را هم ناراحت میکنیم. آرامش خانه برهم خورده، دیگه درد به جای کشیده که درمان برای این درد نیست. 3. الکسب الحلال، چیزی که خانه ما را اصلاح میکنه و ما را به آرامش میرسن، روزی حلال است، کسب حلال است، لقمه حلال است. آرامش خانه را میبره لقمه حرام، ثبات خانه را میبره لقمه حرام، محبت ها را میبره لقمه حرام. اگر فرزندان را درنده میکنه، دزد میکنه، چپاولگر میکنه، خائن میگردونه، لقمه حرام. از الکسب الحلال. 3 چیزی که خانه ما را اصلاح میکنه و ما را با آرامش میرسونه، لقمه حلال است. اگرچه در خانه تو نان خشک داری ولی حلال است، به این برکت است، به این قوت است. این از این نان خشک چنان فرزندان قوی در جامعه تقدیم میشوند که چراغ برای یک کشور نه برای دنیا میشوند. خیلی بزرگانی که امروز ما حرف میزنیم از اونها، خیلی اشخاصی که امروز در رأس انسانیت قرار دارن، خیلی اشخاصی که معلم هستن برای دنیا، پدر و مادرشان فقیر بوده، نان خشکم نداشتن، نان جو میخوردن، ولی از این نان حلال و لقمه حلال چنان فرزندان قوی در جامعه تقدیم کردن که امروز افتخار ما در دنیا همون هاست که ما مسلمان ها فلانی ها داریم. به گفته ابو هریره رضی الله تعالی عنه و به گفته عایشه مادر ما رضی الله تعالی عنها،
رسول صلی الله علیه و سلم 3 روز پشت هم از نان گندم شکمش سیر نشده، ولی چی شاگردان تربیه کرد؟ هزارها دانشمند و عالمی که ما در دنیا میشناسیم حرف اول را میزنن شکمشان سیر نبوده، ولی اگر اندک غذایی که داشتن حلال بوده. اینقدر تلاش میکردن که روزی حلال خودشان و فرزندانشان و خانوادهشون تناول بکنه. رابعه 6 ساله پدرش از بیرون غذا میاره، از پدرش پرسان میکنه از کجا آوردی پدر جان؟ میگه تو 6 سال سنت است، من غذا آوردم تو تناول بکن بخور. چی کار داری که از کجا آوردی؟ میگه پدر جان تا زمانی که نگویی از کجا آوردی لب به طعام نمیزنم اگرچه از گرسنگی بمیرم. زنانی که در سلف بود، شیر زنانی که اونها شیر مردان به دنیا آوردن، قهرمانان تولد کردن، میگه وقت شوهرشون میرفت از خانه بیرون دامن شوهر خودشون میگرفت، میگفت عذر میکنیم پیشت، عذر میکنیم پیشت، ما تحمل گرسنگی داریم ولی تحمل آتش جهنم نداریم. دامن شوهرانشون میگرفت میگفت ما تحمل گرسنگی داریم، خیر است اگر آخر روز دست خالی برگشتی. شاید امروز مردا بگوید که عزیزانا ما کجا پیدا بکنیم؟ اگه خودت اصلاح شدی خانواده اصلاح میشه، اگه خودت با تقوا شدی خانواده با تقوا میشه. میگه زن به دین شوهر خودش است. شوهر که متقی شد پرهیزگار شد، زن متقی و پرهیزگار میشه. شوهر که تهجد خوان شد، زن تهجد خوان میشه. شوهر که مسیر درست برای خود انتخاب کرد، پسر دختر خود به خود به مسیر پدر روان میشه. دامن شوهر خود را میگرفتن میگفتن ما تحمل گرسنگی داریم، اگه دست خالی برگشت اشکال نداره، یک شب دیگه هم گرسنه میخوابیم، ولی تحمل آتش جهنم را نداریم. سوم چیزی که خانه های ما را اصلاح میکنه کسب حلال است که الله رب العزت و جل نصیب ما و شما بگردانه. و پدرها چی کار بکنن؟ دعا بکنن، در حق فرزندان خودشون دعا بکنن. پشت هر نماز دعا کنین عزیزم، پشت هر نماز مادرها دعا بکنین در حق فرزندان. ادعونی استجب لکم، قرآن گفته شما دعا بکنین اجابت میکنه. دعا بکنین در حق فرزندان ان شاء الله قبول میشه. دوم کار که پدر و مادر باید بکنه و به خانه آرامش برگردانه و سرپوش محافظت به خانواده برگردانه قیام اللیل است، نماز شب بخوانن. چی کنن؟ نماز شب بخوانن. باور کو بعضی ها یک شب نماز شب خواندن، این دلشون جوش کردن، نصف شب بیدار شدن گفته چند رکعت نماز بخونیم. نماز شب خواندن، او خودشون قسم میکنه که همین یک شب نماز شب خواندیم. کسی او روز قسم میکنه گفت یک مشکل داشتم که به نظر من قابل حل نبود، گفت فردای امروز مشکل حل شد. یک شب به سر سوز ای بنده گریز و خود را به ما اله کن، با حضرت ما دوستی یک دل کن. یک شب به سر سوز، یک شب به سر سوز به درگاه ما بیا، گر حاجت تو نشد روا آنگاه گله کن. الله رب العزت و جلال آنچه که شنیدیم و ما شما توفیقی عملش نصیب بگردانه.